برو شو که بگیم از قصد دل خو، برو شو که بگیم قصد دل خو، مبارک باشه جانم سال نو تو. در این بخشی از برنامه از محترمه مرضیه ناصری خواهشمندم در جایگاه تشریف آورده که کوتاه شعری را که در نظر گرفته برای با و خوانیش بگیرد. تا آمدنشان لطفا تشریف بفرمایید. سلام و درود بیکران به شما که با حضورتان این فضا را لبریز نور کردید. چه زیباست دیدن دلهای که با همند، فارغ از مرزها، فقط با مهر، فقط با پیوند. امروز اینجا گرد هم آمده ایم تا نه بلکه برای اتحادیه‌ای را آغاز کنیم، بلکه دوستی، همدلی و آینده‌ای روشن را جشن بگیریم. و شاد باشید به احترام تلاشتان و به افتخار این آغاز مبارک. من امروز با خود شعر آوردم نه فقط برای شاد باشید بلکه برای گفتن یک تبریک از دل تقدیمتان باد. آمدم بی هیچ رنگی جز صدای آفتاب، آمدم بی هیچ رنگی جز صدای آفتاب، تا بگویم عیدتان پیروز از اعماق ناب. در دیار غربتم ما آشنایم با شما، در دیار غربتم ما آشنایم با شما، گرچه دورم دل همینجاست خانم اینجا شما. اتحادی تازه می روید چو گل در کوچه ها، اتحادی تازه می روید چو گل در کوچه ها، ریشش در همدلیتان سایه‌اش در بر لحظه ها. عید آمد، عید صبر و عید پاکی، عید نور، شاد باشید ای دلاگاهان فرداهای دور. در دل مهربانتان شعله امید هست، در دل مهربانتان شعله امید هست، جای من هر چند مهمان باز در این خانه هست. شادمانه مهربان با عید از دلهای گرم، شادمانه مهربان با عید از دلهای گرم، می سرایم شعر عشق با کلامی ساده و نرم، می سرایم شعر عشق با کلامی ساده و نرم. گرچه من مهمانم اینجا افتخارم هست این، گرچه من مهمانم اینجا افتخارم هست این، که بخوانم در کناری دلنوازان زمین. با امید و آرزو این شعر تقدیم شما، با امید و آرزو این شعر تقدیم شما، تا بماند یادگاری از من و از این صدا، تا بماند یادگاری از من و از این صدا. با مهر با افتخار مرضیه ناصری، سپاس از دلهای شنوا، نگاه‌های مهربانتان. تشکر از مرضیه ناصری عزیز که با شعر زیبایش به محفل ما حال و هوای تازه بخشید. زمستو بر شد و افتو نیامد، زمستو بر شد و افتو نیامد، شوا صبح شد در چه مخو نیامد. نه عکسی نو در استوری خوشتی، نه عکسی نو در استوری خوشتی، نه خوب استی پیامی نو نیامد. در این قسمت از برنامه از محترم خیر محمد سرخابی که پیشتر هم گفتیم دوستان عزیز میخوایم از شما سوال کنم در این قسمت از برنامه میخوایم چی بشنوید؟ دوست داریم چی بشنوید؟ دنبوره یا هم؟ دقیقا دوستان عزیز ما در این قسمت از برنامه داریم میخوایم از خیر محمد سرخابی دعوت نماییم که تا در جایگاه تشریف آوردن و با ساز و سرودشان به محفل ما حال و هوای تازه بخشیده تا دوستان عزیز چیزی خیر بود.
شرشریم به مثالم پیرونی شار شرشریم به مثالم گلاب گلشی بودی قدمست یارم 1001 هنرشی یک دور بلو 1001 هنرشی یک دور بلو نمودی آزرگی پیرونی شارم